در 28 ژوئن 1914 در شهر سارایوو شلیک یک گلوله توسط گاوریلو پرینسیپ ولیعهد اتریش مجارستان و همسرش را به خاک و خون کشید. امپراتور فرانس یوزف پادشاه اتریش مجارستان صربستان را مسئول این ترور دانست و یک ماه بعد به آن اعلان جنگ داد. اما این درگیری محلی نماند. سالها بود اروپا از دل رقابت قدرت‌ها به دو اردوگاه با پیمان‌های نظامی متقابل تقسیم شده بود. از یک طرف آلمان به رهبری قیصر ویلهلم دوم و اتریش مجارستان به رهبری فرانس یوزف. از طرف دیگر روسیه به رهبری تزار نیکولای دوم، فرانسه به ریاست جمهوری ریموند پوانکاره و بریتانیا زیر سلطنت جورج پنجم. تزار نیکولای دوم که خودش را حامی صربستان می‌دانست، ارتش روسیه را برای دفاع از آن بسیج کرد. قیصر چون نمی‌خواست تنها متحدش اتریش مجارستان در برابر روسیه تنها بماند، به روسیه اعلان جنگ داد. فرانسه که با روسیه پیمان داشت، وارد جنگ شد. در عرض چند هفته پیمان‌های زنجیره‌ای تمام اروپا را درگیر جنگ کردند. آگوست 1914 آلمان با نقشه شلیفن به بلژیک و فرانسه حمله کرد. نقشه‌ای که قرار بود فرانسه را در 6 هفته زانو بزند. اما ارتش فرانسه در رودخانه مارن جلوی پیشروی آلمان را گرفت. جنگی که قرار بود تا کریسمس تمام شود ادامه پیدا کرد.